کاروانی از نیروهای طالبان را نشان می‌دهد که در حال سفارایی برای رفتن به پنجشیر هستند، ولایتی که تا هنوز در کنترل نیروهای ضد طالبان است. طالبان میگویند نیروهای آنان از شمسو تا دروازه‌های پنجشیر رسیدند و این ولایت را در محاصرهشان درآوردند، ولی در صورت نتیجه بخش بودن مذاکره به این ولایت حمله نخواهند کرد. بسیار کار بزرگ در پنجشیر نمانده. ما بسیار افراد محدودی را داریم که شاید جنگ طلب باشند و جنگ بخواهند. مردم پنجشیر با ما متواترا پیام دادن، علماشان و متنفذین و سران با ما گفتند که ما خواهان جنگ نیستیم. خودش به این معناست که مردم دیگر جنگ نمیکنه. افراد اگر فتنه انگیزی میکردن جلوش آسان گرفته میشه. امرالله صالح معاون ریاست جمهوری پیشین در توییت گفته است که نیروهای مقاومت شاهراه سالنگ را بسته کرده و طالبان نیروهای بیشتری به سوی پنجشیر فرستادند. از سوی هم احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود در گفتگو با رویترز گفته است که پنجشیر را تسلیم طالبان نخواهد کرد. آقای مسعود ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه برسد، ولی در این حال او گفته است آماده مبارزه با طالبان است. ما در یک جغرافیا جنگ نمی کنیم. ما از یک ولایت جنگ میکنیم و از تمام کشور دفاع میکنیم و این همون چیزی است که اتفاق میافتد تا طالبان درک کنند که تنها راه پیشرو مبارزه و گفتگو است و ما در حال گفتگو با آنان هستیم. در همین حال شماری از شهروندان کشور جنگ را راه حل نمیدانند و از دو طرف میخواهند که راه مذاکره را در پیش بگیرند. سران پنجشیر و از سران طالبان آرزویی را دارم که تفاهم کنند، مذاکره کنند، مشکلاتی که دارند مشکلات خود با تفاهم و نظر حل بکنند، بیاین مذاکره کنند، در روی میز مذاکره بشینند، بحث کنند. مردم از جنگ خسته شده، چه تاجیک چه پشتون چه ازبک چه هزاره. طالبان هم اکنون به استثنای پنجشیر بر تمام ولایت‌های افغانستان حاکمیت دارند. از سوی هم گزارش‌ها از درگیری‌های سختی میان نیروهای خیزش مردمی و طالبان در سه ولسوالی بغلان نیز وجود دارد. سخنگوی طالبان در توییت گفته است ولسوالی‌های بنو، پل حصار و دیسلای بغلان دوباره در کنترل طالبان درآمده است.